دولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره یک عملیات نجات غیر عادی در شهر دوشنبه خبر داد. نجات بخشان این نیاد شب 23 و 24 دکامبر در کوچه ایرپورت سه سگ را که در درون لوله آب در مانده بودند نجات دادند. بنا به این منبع شب 23 دکامبر ساعت 21:35 ساکن کوچه ایرپورت به قسم نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر داد که از درون لوله آب صدای اولاس سگان به گوششان میرسد. نجات بخشان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده معاین کردند که سه سگ در درون لوله آب در ماندند و نومیدانه در درون لوله پیچ و تاب خورده اولاس میکشند و راه برآمد و نجات میجویند. نجات بخشان با کمک تجهیزات مخصوص لطاک آهن و بتون را سوراخ کرده تا بتوانند وارد آن شده جانوران بیچاره را نجات دهند. بعد این یکی از نجات بخشان توسط آن سوراخی وارد شده پایین فرآمده و سگها را یک تا گرفته به بالا به همکاران دیگرش داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌نویسد که سگها برابر نجات از اسارت با استفاده از تاریکی شب فرار کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر می‌دهد که نجات بخشان روز 24 دکامبر همچنین دو دفعه به کمک ساکنان برای باز کردن درهای ناگهان محکم شده خانه‌هایشان شتافتند. در یک خانه پسرچه 1 ساله و در مورد دوم دخترچه 2 ساله در آن خانه‌ها مزدود شده تنها مانده بودند. نجات بخشان روز 24 دکامبر همچنین به ساکن کوچه مشفقی 89 برای بریدن شاخه‌های یک درخت بزرگ که بالای حولیش آویزان شده بود کمک کردند. این ساکن به قسم نوبتداری زنگ زده خبر داده بود که خطر چپه شدن درخت در حولیش پیش آمده است. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده با اره بنزینی آن شاخه آویزان شده را بریده خطر چپه شدن درخت را از بین بردند.